الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، خواهر و برادر، پیر و جوان، همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در این برنامه‌ای که تحت عنوان آداب اسلامی است شما را خوش آمدید میگویم. قبل از این برنامه پیرامون آداب روز جمعه و نماز جمعه اشاره مختصر داشتیم. حالا پیرامون آداب نمازی که میخوانیم، نماز چقدر تأکید شده، چقدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این رکنی که از ارکان اسلام هست تأکید فرمودن. الله سبحانه و تعالی میفرمایه: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد به تحقیق که رستگار شدن مؤمنینی که، کدام مؤمنین؟ آنهایی که، یعنی رستگاران، مؤمنینی که در فوز و فلاح و رستگاری قرار گرفتن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آنهایی که در نماز خود خاشع هستند، خشوع، تواضع، فروتنی قلبی دارن، تواضع قلبی دارن، خشیت الهی را در دل پیدا کردن، تواضع ظاهری و باطنی دارن و نماز خود را با خضوع و خشوع ادا می کنن. نماز رکنی از ارکان اسلام هست. شبانه روز 5 وقت نماز هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند فرق بین کافر و مسلمان چیه؟ نماز هست. یک شخص ما چگونه میتونیم تشخیص بدیم که این کافر یا مسلمان؟ نمازش هست. اگر نماز خواند مسلمان هست، میفهمیم، میدانیم که این انسانیه که مسلمانه. اگر نماز نخواند و باور به نماز نداشت، اعتقاد به نماز نداشت، که 100 مرتبه هم کلمه بگه، لا اله الا الله بگه، کافر هست. نماز خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی میفرمایه: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز درست و صحیح خوانده شد، انسان را از فحشا و منکر، از هر نوع کار زشت و ناروای انسان را باز می‌داره. به اینه که میگه نقش معکوسی نگین از سجده میگردد درست، سرنوشت واژگون را راست میسازد نماز. میخواید مشکلات تو حل بشه، درست نماز بخوان. مشکلات دینی و دنیوی، رنج داری، مشکلات داری، مشقت سر تو آمده، استعینوا بالصبر والصلاة، نماز بخوان. غم و اندوه بر سر تو ریخته، نماز بخوان و این نماز رو درست بخوان. چگونه درست خوانده میشه؟ آداب نماز را رعایت بکن. از جمله آداب نماز اخلاص هست. نماز را به خاطر الله بخوان. ان صلاتی شعار من و توست.
نه تنها شعاری که به زبان ما باشه، باید جنبه عملی داشته باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. اخلاص. الله سبحانه وتعالى میفرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. و ما امروا، شما امر کردن نشده اید الا که مگر امر شدید به این که عبادت کنید الله سبحانه و تعالی را مخلصین له الدین حنفا، پشت کنید به همه شرک و بت پرستی، رجوع کنید به طرف ذات اقدس الهی. این را حنیف میگن. بعد از این که میگه له الدین حنفا، اشاره میکنه و یقیم الصلاة، و نماز برپا دارید. بعد از توحید و یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی حکم نماز را بیان میکنه. و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. پس یکی از آداب نماز اینه که اخلاص، خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی. مسجد میری خاص به خاطر الله، نماز میخوانی خاص به خاطر الله، رکوع میکنی خاص به خاطر الله، سجده تو طولانی میشه خاص به خاطر الله، قرائت تو طولانی میشه خاص به خاطر الله. ریا نباشه، عجب نباشه، سمعه نباشه. دوم از جمله آداب نماز اینه که وضوء تو وضوی کامل باشه. درست وضو بساز. میخوای درست نماز بخوانی، درست وضو بساز، وضوی تو کامل باشه. اگر وضو کامل نبود، ناقص بود، ناتمام بود، نماز ناقص میشه، ناتمام میشه. اگر وضو درست نبود، نماز درست نمیشه، مرتبط هست. سوم، وقتی که به نماز حرکت میکنید با ذوق و با شوق حرکت کنید. وقتی گفته میشه اذا قمتم الى الصلاة، حرکت میکنید طرف نماز، نباشه که مثل منافقین که الله سبحانه و تعالی همه ما را نجات بده و حفظ بکنه. اشاره میکنه الله سبحانه و تعالی ان المنافقین یخادعون الله. ادامه آیه وقتی که اشاره میکنه اینها وقتی که به نماز حرکت میکنن قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک. وقتی به طرف نماز حرکت میکنن منافقین کسلان، در حالت کسل و در حالت خسته و در حالت بسیار حالت به زور، به خاطری که دیگرها ببینن. نه، چنین باید نباشه. از جمله آداب نماز اینه که وقتی طرف نماز، هنگامی که صدا میشه الله اکبر، هنگامی که صدا میشه حی علی الصلاة، بشتابید به سوی نماز، حی علی الفلاح، بشتابید به سوی رستگاری. یقین داشته باش، باور داشته باش که این راه فوز و فلاح و رستگاری هست. با ذوق و با شوق و با اشتیاق کامل حرکت بکن. الله سبحانه و تعالی ذوق و شوق و حلاوت ایمان نصیب همه ما بگردانه و کسالت و تنبلیر در وقت عبادت از جان همه ما دور بداره. از جمله آداب نماز باز هم مسئله نظافت هست. لباس خود را متوجه شو، معطر باش، لباس پاک باشه، بدن پاک باشه، مسواک بزن. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک قبل کل صلاة. اگر برای امت من مشقت نمی بود قبل از هر نماز میگفتم که مسواک بزنن. مسواک فوائد داره، رضایت الله به دست می آیه، امراض ظاهری و باطنی از وجود انسان دور میشه. نکته دیگری که ارتباط به آداب صلات هست
اینه که انسان باید مواظبت و پایبندی به جماعت داشته باشه، خصوصا مسجدی که نزدیک خانه هست انسان بره به اون مسجد تا اینکه حکمت و فوایدی که در نماز جماعت هست اونها را بفهمه، از حال همسایه فقیر واقف بشه، از حال یک مریض واقف بشه، از حال یک مستمند واقف بشه، از وضعیت و اوضاع محل و منطقه واقف بشه. از جمله آداب نماز هست. موضوع دیگری که پیرامون نماز و آداب نمازه اینه که در جلسه که پیرامون آداب مساجد بود اشاره نمودیم، بازم تعلق میگیره به مسئله آداب نماز، اینه که صف اول را از دست ندهید. وقتی در نماز استاده شدید تلاش کنید که تا صف درست و صحیح باشه. رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة فإن تسویة الصفوف من تمام الصلاة. باید صف راست باشه. در صفوف راست ملائکه دعا میکنن برای آنهایی که تلاش کردن تا صف راست باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین صف برای رجال، برای مردان صف اول هست و بدترین صف اخیر هست. پس باید تلاش بشه تا صف اول به دست بیایه. همچنین از جمله آداب صلات اینه که وقتی که در نماز انسان استاده میشه به آیات رحمت میرسه و با آیات عذاب میرسه گریه کنه. گریه‌ای که فقط به خاطر ترس از الله سبحانه و تعالی و پی بردن به عظمت پروردگار عالم، گریه‌ای نباشه از روی درد، از روی مصیبت، از روی رنج. این گریه نماز انسان را اگر به خاطر گریه دنیوی بود این نماز انسان را فاسد میکنه، که انسان یادش از قرضداریش بیایه به جای نماز گریه کنه، یادش از بالاخره از مسائل دنیوی و خسران تجارتش بیایه گریه کنه. این گریه فایده نداره. در جای نماز آیاتی که تلاوت میشه با تدبر، با غور، با فکر انسان تلاوت بکنه. از جمله آداب نماز اینه که انسان وقتی که به نماز استاده شد، وقتی که در قیام هست سجدگاه خود را نگاه بکنه، جایی که سجده میکنه. وقتی که به قعده نشسته هست چنان سرش پایین نباشه که رویش از قبله گشتانده شده باشه و چنان بلند نباشه که رویش از سینه اش گشتانده شده باشه. از جمله آداب نماز اینه که هنگامی که سر به سجده میگذاره تسبیح به تحلیل پروردگار عالم داشته باشه. هنگامی که از سجده بالا میشه بین سجدتین در حال این دعا باشه رب اغفر لی. هنگامی که از رکوع بلند میشه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله اکبر. نماز از ابتدا وقتی که شروع میشه به نام مبارک الله، الله اکبر، تا لحظه ای که انسان سلام میده السلام علیکم و رحمت الله. نماز با الله شروع میشه، با الله، با نام مبارک الله ختم میشه. این به این معناست که در این عبادت دیگه هیچ کس راه نداره، فقط تو هستی که به حضور پروردگار عالم استاده شدید و راز و نیاز دارید. از جمله آداب نماز اینه که تلاش بکن که در جای نماز وساوس شیطانی
برای تو دست ندهد. وسوسه نشوید، به حضور پروردگار عالم ثابت قدم. وقتی که میگی الله اکبر، این دست ها وقتی که بلند میشه معنا اینه که غیر از الله سبحانه و تعالی همه مسائل و مشاکل زندگی همه را پشت سر انداختی. الله اکبر، فقط الله بزرگ است. الله اکبر. هیچ کس دیگه این لیاقت را نداره که من مقابلش استاده بشم و سر به سجده بگذارم. الله اکبر. از جمله آداب نماز اینه که عظمت و جایگاه این رکن اساسی اسلام را انسان بدانه و بفهمه و درک بکنه. و نماز وقتی که با آدابش خوانده شد، نمازی میشه که ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که به این عبادت فرائضش، واجباتش، سنتهایش، آدابش، همه دستورات الله و رسول الله را اجرا کنیم. الله چنان نمازی بگردان نماز ما را، عبادت ما را، که در روز قیامت این نماز سبب نجات ما، سبب فوز و فلاح و رستگاری ما بشه. تا برنامه بعد شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.